خودت هستی؟ آدمین گروهی واتساپ خودت هستی؟ آدمین زن نه شرایطی که به نظرم قبل از سقوط روزنامه‌نگاری ما به عنوان یک تیم در اطلاعات روز در افغانستان داشتیم، به شرایطی که حال کار میکنیم کاملا متفاوت است. قابل مقایسه به به صورت کلی با وضعیتی پیش از سقوط دولت نیست، اما من فکر میکنم که برخلاف آرزوی طالب یک چیزی که در افغانستان به نظر من زنده ماند و تونست خود را با وجودی که بسیار زیاد تاثیر پذیرفته است سقوط یک دولت و یک کشور او روزنامه‌نگاری است. من فکر میکنم برخلاف اکثریت سکتورها، ارتش ما باشید، دولت ما باشید، پلیس ما باشید، نهادهای خصوصی زیاد از این متاثر شد و نهادهایی که برای منافع جمعی افغانستان مؤثر بود یک بخشش متاثر شده باشید، اما رسانه ها در مقایسه با دیگر سکتورها خود را حفاظت کرد. من اول صبح تا قبل از او تا پیش از او شد، یک هفته پیش از او برای من یک وضعیت بسیار بود، جدی بود. در حقیقت استخبارات هی مدام زنگ زده روان بود که باید بیایی. من یک بار گفتم خوب است، پس با بار دیگه که زنگ زد گفتم نمیتونیم بیاییم و یا دیگه هر قدر که زنگ زد من جواب ندادم تلفن در استراب ازی بودم که بیاید دفتر با من بگیره. با این زمین دو دلی مونده بودم، همکارا پی یک جمع کلانش و واقعا اصرار از داشتم برم. برای من تمام شده بود دیگه، راهی نداشتم غیر از اون. برآمدم رفتم. با خروج ایالات متحده آمریکا و متحدانش همه ما می‌دانستیم نظام جمهوری در افغانستان فرو می‌پاشد. کابل آن روزها حال و هوای غریبی داشت. برای من اما وضعیت روزنامه اطلاعات روز قدری غریب‌تر به نظر می‌رسید، جایی که من در آن به عنوان روزنامه‌نگار کار می‌کردم. اطلاعات روز پس از 10 سال کار مستمر در فضای آزادی بیان نسبی افغانستان یکی از پرخواننده ترین روزنامه های کشور شده بود. حالا اما کسی نمی‌دانست سرنوشت این روزنامه و خبرنگاران آن به کجا خواهد کشید. 2 روز قبل از سقوط کابل تصمیم گرفتم به تصویر برداری از دفتر روزنامه و حال و هوای خبرنگارانش. بسیار زیاد تشکر از اینکه در وضع بسیار بحرانی و در این حال بسیار امیدوار کننده جمعش می‌گذارد. اول اطلاعات روز در این شرایط به هیچ عنوان هیچ کسی نمیشه که اگر به صورت انتخاب کنه که خودش را، فامیلش را، خانواده‌اش را و دوستایش را نجات بده و دیگه خبرنگار نباشه. ولی اولویت اصلی ما این است که اگر احیانا کابل و یک فضای بسیار بحرانی عمیق ممکن است که ما باشه که اطلاعات روز از کابل در جای عموم منتقل شود. حرف ما است که اطلاعات روز از اینمی شرایط بحرانی خود را نجات میده. واقعی میمونه اگر حتی این کار از کابل ممکن نباشه، از یک مسیر دیگر این نهاد را حتما حفظ میکنیم و در اولویت بسیاری از دوستایی که در این سالهای خدمت کردن، اولویت کسایی که حامی مالی اطلاعات روز بودن و در اولویت شخص خودی من هست که 10 سال شده. محمد تو طالبان رو دیدی؟ در کجا؟ کی بود؟ چند نفر؟ واقعا؟ صدای شلیک میاد خیلی نزدیکه. محمد دفتر هم نست بشینید دفتر. اگر فکر میکنه خانه هم نست میتونه برای خانه بره، ولی مسیر راه را نگیره. ما استراحت داریم، ما نمیتونیم خانه بریم. خب
طالبان آمد اینا دیگه هر کس قد زبیل الله جای داشنای یا الله قیصر خیر است دیگه اومد دیگه چرا نتونست میان دیگه وضعیت است چی وقت شاگردشی است رئیس به نظرم که یکی دو روز آینده را از دفتر نباشیم بهتر است. چرا؟ یک چیز مرکز میتونه نگرانی خانواده فلان خانه باشه یا مثلا چور اگر حضورتون در خانه آره کم نکنه که آرام میشه یا الله باز در مسیر میدونیم راه مثلا یگان نان میخوای بیاری یگان خرید دقیقاً. میخوای بکنی دقیقاً. میخوام فلان میخوای بکنی خب زنه که نمیتونی تو روان دقیق چجوری آمدی سر کار؟ چادر نماز پوشیده بود. احساس نمیکنی خیلی کار جسورانه ای کردی که امروز آمدی سر کار؟ نه کار جسورانه نیه، حق ابتدایی میم. یعنی چی کار جسورانه؟ خیلی نسبت به اونا بدبین هستم به این دلیل که فعلا اونا خودشان آرام گرفتن، امارات آرام گرفتن برای که بتانن تأیید نهادها و کشورهای خارجی رو بگیرن. اگر به مقصدشان برسه من فکر میکنم بیشتر از گذشته تلاش خواهد کرد که زنان را محدود بسازه، چرا که یکی از راه‌های کنترل یک جامعه خلق وحشت است و این وحشت بیشتر از طریق خانواده ها و از طریق خانم ها میشه خلق شود. چی برنامه است؟ یعنی هنوز در حال نوشتن گزارش هستن صبح روزنامه چاپ شود نشود دیروز پیام شد این نسخه دیروزه؟ این نسخه امروز این پیام دیروزی اشرفتنی بود نازداشتی برای جلوی زمستریش مسئولیت است. مردم اطلاعات روز را با گزارش‌های تحقیقیش می شناختند. گزارش‌های جسورانه از فساد سیستماتیک دولت تا جنایات طالبان. با تصرف کابل به دست طالبان آخرین نسخه چاپی روزنامه در 16 آگوست 2021 منتشر و سپس چاپ روزنامه متوقف شد. زفری آمدی؟ ما چاپ نداریم کار اطلاعات روز اما با تمرکز بر فضای آنلاین ادامه پیدا کرد، در حالی که آزادی بیان رفته رفته زیر فشار طالبان نابود می شد. مثلا در جاهوری میگه که ما نیم شاو دودن ریش سفید رو برده طالبان امتناق از مجلس فال کرده برده دو نفر بعدش هم دم در گپایشی اما یک سریعتر گرزده اون مور برده در کابلنگ یک اتفاق دیگه افتاده از اون گوشی کشور دیگه یک چیز دیگه همیه بخاطر برد روان نمیگه که نیم شاو این اتفاق افتاد نشد و ما در جای تعطیلی هستیم که اینی دیگه با تمام سند و ثبوت نمیخوایم نشر کنیم با این بیشکل میمیره هر چی اتفاق افتاد بیفته از سوال رو بجم یه انگار فکر میکنیم که اون روزایی هست که کار میکنیم راه گفتیم 2-3 روز 4 روز 5 روز بخواهیم که چطوری گپ بزنیم چطوری گزارش دهیم بکنیم چطوری چه کنیم خب گفته شما باید امیر باستاب بدین که لطفاً که این رقم نشنه که اونا بیان حتی اونجا ظلم کنه بسر مردم و چی؟
من امروز برای از اینکه بدانم وضعیت شهر چگونه است، ترس خانم ها چه اندازه وجه هست، با نیروهای امارت اسلامی که در نزدیک حوزه 3 مستقر بود صحبت کردیم. در جریان این صحبت ها اساسی ترین حق یک شهروند انتخاب نوع پوشش شهرونده صحبت می‌کردیم. ما تازه از تظاهرات برگشتیم. متاسفانه 5 نفر از همکارای ما رو گرفتن در اونجا، به خاطر از اینکه با کمره استفاده می‌کردن و 3 نفر دیگه بدون از این کمره استفاده کنن. اومدم که میانجیگری کنم که دیگران را رابطه 3 نفرم به زور بنداق و تفنگ بود. خب ولی موش گفتم میگیره تصمیم میگیره دروازه رو مخم پیس تشکر میکنیم به لحاظ حمایت که هنوز شده. صادقانه برای هر دویتون میگم که بخشی از دلیلی که همکارای ما حالت کوب شده تنها قصه خبرنگاری نبوده، یک رقم قصه قومیت همکارای ما بوده، ولی یک طرف مهم دیگه است که اطلاعات روز بعد از 10 سال کار نمیتونه مخاطب رو بگویه که ما در برابر درد و رنج و شادی و غمی که مثلا تو روزمره میکشی ما به تفاوت باشم، به خاطر اینکه ما از طالب میترسم. هر اتفاق ممکن است، ما باید یاد نجات بدیم. اونا از قریه خود گزارش میده که چی جریان داره. ما حتی جرأتی نشرش نداریم. این روزا که مثلا چقدر پیام میه از گوشه های افغانستان و دیگه چی جریان داره. همکارای ما انرژیش نداره و ما مثلا نمیتونم میبینیم بگویم که خواهش نمیم این کار بکنین. این پاشیدگی تمام عیاری است که برای من حداقل بعد از 10 سال کار واقعا معنا نمیتونم. حس میکنم که همه ما میتونستیم از این قوی تر باشیم. بفهمیم ما مثلا حس که طالب از بودن ما استفاده بسیار زیاد میتونه اگر ما فعال باشیم، ولی فعالیت ما رو باز قبول نمیتونه. این دردناکه، به او خاطر بهتر است مثلا ما اینمی آبروی نظام نباشیم. سلام. چطور است؟ خوبه. سرگندان است یا چطور؟ چطور کار خوردی؟ که افزر پشت تذکره رفته بود باز نمیده. تذکره چی؟ الکترونیکی.
پسر با خواهی بزنی چه ایتگاه رسیم خیلی به یک سردرگمی قرار دارم. احساس میکنم که دفتر کارمندان را به دو بخش تقسیم کرده، مهم و غیر مهم. به هر حال ایش برای مهم نیست. من میخوام واقعیت را بدانم که واقعیت چی است. اگر یک احتمال ای است که ما در افغانستان بمانیم، خب من فرض به ای است که کلا روی رفتن این شخص خودم خط کشیدیم. اگر واقعیت امی مسئله است، خب شما برای ما روشن بسازیم که اگر این مسئله واقعیت است ما چیکار بکنیم، چون که یک دفعه بیکاری برای ما واقعا سخت است و ناممکن. زندگی برای ما بسیار بدش فوری مواجه میکنه. خود شما وضعیت ما خبر دارید دیگه. خوب جالب. من باور میه که یک بخش از امکارا نظر به بودجه و هماهنگی که پاسپورت بشود یا توسط دید موره. یا چی هست؟ رئیس مگه طالب هیچ کس را بی پاسپورت اجازه نمیده از میدان. سیمپلی ساده. دفترمون فرصت چانه‌زنی که در اول داشت از دست داد. باید در اول اولویت سنجی میکرد. حالی گرفتن اسناد واقعا در اختیار هیچ کس نیست، همه میدانه ایره. دفتر نیمی رو در نظر میگرفت، میگفت اینی کسا بی اسناد است، اینی مرحله میتونه عبور کنه از افغانستان خارج شده، باید اینم یاد اولویت باشه. خب این کارم نشد. طی 2-3 روز دوباره من یک وضعیتی دم اول دوران سقوط کابل برده در 50 روز پیش. این خیلی آزاد میده. من حتی نتونستم یک کلمه بنویسم. با وجود که یه مصاحبه گرفتیم اما نمیتونم. ناراحت و مضطرب و ناامید، کلا انگیزیم از دست رفتم. میخوایم پیش از پیش با اون چیزی که مثلا بدترین شرایط باشه در نظر بگیریم. دونمو دارم فکر میکنم. این دی خالی پایین بالا امضا بالا. یک چیزی برای یادگاری هم نوشته. بریم بخیر، تشویش نکن قوی.
علیرغم همه تلاش ها، زکی دریابی قادر به ادامه دادن کارش در کابل نبود. این روزها در تبعید او با روزنامه اطلاعات روز تلاش می کند تا برای گسترش آزادی بیان و تأمین عدالت برای مردم افغانستان کاری انجام بدهد، با این امید که روزی به خانه شماره 30 در کارت 3 کابل باز خواهد گشت. گزارش به خاک افغانستان موضوعش چی نفر؟ درباره مسائل زن است، دمی که جهان نسبت به قضایای زن چی رقم نگاه میکنه؟ خب خیلی آبی رو مریم احتمالا قد تماس بگیره به خاطر هماهنگی در بخش خبر و گزارش های ویدیویی، چون ممکنه موضوعاتی باشه که خودت بتونی بیشتر کمک کنی و همکارا که می فضای جدید اطلاعات روز چی رقم است، با چه رقم کار میکنه و بخصوص چی میگه خودت راه تماس با همکارای داخل افغانستان را داری؟ سلام در پیس بدیم خدا پای صبح خیر کجا بودی؟ بابا جانی بابا میونه چی هست؟ چی میبینی؟ میونه گرانده لادو No helado, es otra cosa. Sí, cosa grande. از آگوست 2021 تغییرات زیادی در زندگی خبرنگارانی که با اطلاعات روز کار کردند اتفاق افتاده است. بسیاری از آنها در خارج از افغانستان زندگی و کار میکنند، اما هدفشان برای زنده نگه داشتن روزنامه‌نگاری مستقل در افغانستان همچنان باقی است. یادم رفت حالا قدش یک چیز دیگه هم یادم بود، دینا یادم رفت، اما کشی کم یادم نیست. اگر در اسپانیا نمیمدین خب؟ یعنی تصور کن که در کابل میماندین، حالی وضعیت چی رقم بود؟ اول خب اگر ما اسپانیا نمی آمدیم ما 100% مطمئن هستم که یا زنده نمی بودیم. اگه زنده می بودیم هم مثل مرتضی بهبودی و شاید در زندان طالبان تو می پوسیدیم. شاید شما صحبت هایی که او وقتا در کابل کرده بودن در یاد شما باشه. طالبان خیلی در 2 سال گذشته گام به گام محدودیت های خود اضافه کردن تا خانم ها بتانن عادت بکنن با شرایط تازه و دل بخواه طالب. یک شمار زیاد از خانم ها به می شرایط عادت کرده، ولی یک شمار خانم ها که دغدغه‌مند است اونا عادت نکرده، یا خودکشی میکنه یا که مجبور که سکوت بکنه، مبتلا به امراض روانی زیاد هست. آینده زنها زیر حاکمیت طالبان تاریک است متاسفانه.